این چالش پنهان زندگی سالمندان ما را تهدید می‌کند. آیا می‌دانستید هر روز هزاران سالمند در اسرائیل با چالشی پنهان دست و پنجه نرم می‌کنند؟ چالشی که فراتر از دشواری‌های جسمی عزت نفس و استقلال آنها را نشانه رفته است. امروز می‌خواهیم درباره واقعیتی صحبت کنیم که اغلب نادیده گرفته می‌شود، واقعیتی که نیاز به توجه فوری و تغییر رویکرد دارد. سالمندان بسیاری در کشور ما با کارهایی به ظاهر ساده مثل غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن یا رعایت بهداشت شخصی درگیر نبردی روزمره هستند. این فعالیت‌های بنیادی که برای ما عادی به نظر می‌رسند، برای آنها تبدیل به وظایفی پیچیده می‌شوند که نیازمند کمک دائمی است. این وضعیت نه تنها بار سنگینی بر دوش آنها و خانواده‌هایشان می‌گذارد، بلکه آرام آرام حس استقلال و کرامت انسانیشان را نیز از بین می‌برد. اما این تنها نیمی از ماجراست. در کنار این سختی‌های جسمی یک واقعیت اقتصادی تلخ وجود دارد. بسیاری از این عزیزان با درآمد ناچیز زندگی می‌کنند، اغلب تنها به کمک هزینه‌هایی از کار افتادگی متکی هستند. نتیجه این می‌شود که راه‌حل‌های پیشرفت‌هایی که می‌توانند کیفیت زندگیشان را به شکل چشمگیری بهبود بخشند، مثل ربات‌های درمانی، برای اکثریت قریب به اتفاق آنها غیرقابل دسترس باقی می‌مانند. و این واقعاً مایه تأسف است، چرا که ربات‌های درمانی یک کالای لوکس نیستند. آنها یک راهکار تحول‌آفرین و ضروری محسوب می‌شوند. این فناوری می‌تواند فشار کاری را در صنعت پرستاری کاهش دهد، کمبود نیروی انسانی را جبران کند و از همه مهمتر به سالمندان ما استقلال، امنیت و آزادی را در مدیریت کارهای روزمرهشان بازگرداند. این تکنولوژی توانایی زندگی با عزت را به افراد باز می‌گرداند. زمان آن رسیده که نگرش خود را تغییر دهیم. گنجاندن راه‌حل‌های درمانی پیشرفته، به ویژه ربات‌های درمانی در سبد خدمات درمانی، تنها یک گام صحیح اجتماعی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه در سیستم بهداشت و درمان و جامعه به طور کلی است. به این ترتیب می‌توانیم تضمین کنیم که فناوری نجاتبخش کیفیت زندگی امتیاز معدودی از افراد نخواهد بود، بلکه در دسترس همه کسانی قرار می‌گیرد که به آن نیاز دارند. زیرا استقلال، کرامت و کیفیت زندگی یک امتیاز نیستند، آنها یک حق اساسی هستند. برای فهمیدن اینکه چگونه ربات‌های درمانی می‌توانند زندگی سالمندان را متحول کنند، ویدیوی بعدی را تماشا کنید.